برادر من سوال شد وقتی در خانه خواندم، در اصل چگونه که خود میگوید حقیقت دارد، حقیقت دارد. همه برای یک کس برای همه این شعار محمد صلی الله علیه و سلم است. این شعار اسلام است. لیکن چرا امروز پیروان محمد با این حدیث پیغمبر خدا عمل نمی کنند؟ اینش از همون انسانهای پرسیدن در کار که چرا اونها عمل نمی کنند. اگر این برادر بعضی بنام ایشانها گفتند، منصبدارها و بایها و وکیلها گفتند، اگر ملاها را هم که وابسته میکرد من ملال نمی شدم. از درد میان و دست و پای، خنک زدگی، پروستاتیت، سستی کمر، بیماری عصبها، ریختن موی سر و مانند این رنج میکشید. با رقم‌های +7 92 58 71 0044 زنگ زده برای دسترس کنید داروهای گیاهی سونامد فرمایش گذارید. برده رسانیدن داروها کاملا رایگان است. اینچنین این داروها را از دیرخود داروخانه شهرهای روسیه با تخفیف از 10 تا 15% خریداری کردن می توانید. سونامد، طبابت با گیاهای شفا بخش. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. الله ها را که وابسته میکرد من ملال نمی شدم. زیر هست نفرهایی که فقط برای شخصیت خود، برای فایده خود میکنن، لکن غم مردم و غم مثال شهر خودش هیچ گاه نمیخرد. هست نفرها وجود دارد. خداوند در قرآن میگوید واغفض جناحک للمؤمنین. توصیه پروردگار را بینین برای برادرهای مؤمنت. واغفض جناحک، تعظیم کن. برادر مؤمن تا میبینی چهرت کشاده کن و یا احترام کن، با او صحبت خوب کن. زیرا باز پروردگار در دیگر آیه قرآن برای همه ما و شما مؤمنها گوشزد میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. این کسانی که دعوا میکنید که ما بنده خدا هستیم، ما پیرو قرآن هستیم، مادام این دعوای تو حقیقت داشته باشد، باید با یکدیگر شما برادر باشیم. فاصلحوا بین اخویکم، دائم کار کن که در بین برادرهای تو صلح و صلاح پایدار باشد. دائم باید تو نیکخواه برادر مؤمنت باشی. اتقوا الله، خدا گفت از خدا بترسید. این کسانی که به نام مؤمن هستید از خدا بترسید، شاید که پروردگار به شما رحم کنه. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. پیغمبر خدا میگوید انا همین مؤمنهایی که فقط برای نفس خودشان مهنت میکنن، فقط برای فایده خودشان دوادو دارن، غم مردم و غم یک برادر همسایه شده میخورد. پیغمبر خدا میگه لا یؤمنو، تو ایمان نداری، تو ایمان نداری. ای انسانی که بی پروا هستی، ای انسانی که فقط فایده خودت تصور میکنی، از پای فایده خودت هستی. لا یؤمنو احدکم، اگر کدام شما میگه از این گروه باشید ایمان ندارید. یکی شما تا وقتی که از برای برادرت آن چیزی را که دوست می‌داری برای نفس خودت، برای نفس خودت چیزی را که دوست می‌داری برای برادر مؤمنت که دوست نداری،
تو ایمانت میگد ایمان نداری. لا یؤمن احدکم، ایمانی تو کامل نیست. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر نظر کنیم بین مسلمان های پیشین، ابو جهم میگوید جنگ یرموک وقتی شروع شد و وقتی که انجام یافت، من یک مشک آب را گرفتم و برای پسر عمکم به میدان جنگ رفتم. گفتم اگر هر کجای که یابم شاید که تشنه باشد از این آب سیرابش کنم. وقتی میگوید رفتم، ابو جهم میگوید وقتی رفتم نگاه کردم که بچه عمکم تیر خورده است. در این جنگ در مقابله مردم یهود تیر خورده است، در یک پهلوی نالیش دارد. نزدش آمدم خواستم که آب دهم که از پهلوی همین بچه عمکم یک نالیش دیگر بلند شد که آب. میگوید این بچه عمکم اگرچه آب میخواست اشاره کرد که با پهلوی من ده. میگوید مشک آب آوردم نزد این پهلو بودگی بچه عمکم، قریب دادن آب بودم که از پهلوی او یک نفر دیگر نالیش برآورد که آب. اونم میگوید زخمی بود. میگوید پیش این پهلو بودگی هم اشاره کرد که به وی ده. گفت آب بردم، میگوید آب در اون نوشانیدم. پس گشتم آمدم که جان بچه عمکم الک برآمده است. پهلوش نگاه میکنم وی هم جانش برآمده است. در حالت خیلی دشوار، در حالت خیلی تشنگی، حضرت اشاره کردن به پهلوی من ده. گفت وی محتاج تر است. این است غمخواری برادر مسلمان. اینجا اسلام عیب ندارد، اینجا شعار پیغمبر خدا عیب ندارد. عیب در انمو انسانهایی هست که فقط غم خدا میخورند، غم برادر مؤمنش نمیخورند. معروف کرخی که خیلی معروف است، خیلی مشهور است. یک عزیز خدا میگوید بار آمدم زمستان بود، کرته خدا بدر کرده است. میگوید در دستشو در سرمای خنکی میگوید میلرزید. حضرت کرخی را میلرزید. نزدی آمدم گفتم ای کرخی، او هوا سرد است، در دستت لباس داری، نمی پوشی تا که از سرما خودت را محافظت کنی؟ گفت ای دوستی خدا، گفت در خانه نشسته بودم، این لباس در بدنم بود، یاد فقیرها مرا بیرون برآورد. به یادم آمد کسانی که لباس ندارند. من هم گفت شخصی هستم که دستی ندارم که به آنها خیر احسان کنم، فقط همدردی خود من با این میبرارم که مثل آنها بدن من لوچ کنم و مثل آنها در خنکی لرزیده ایستم، تا که همدردی من همینجا اظهار شود که من مؤمن هستم و مؤمن برادر مؤمن است. در کدام عذابی که وی قرار دارد من هم باید در همون عذاب قرار داشته باشم. این است اسلام ما و شما را، این است عزیزان ما و شما را کردارهاشان. یکی افسوس که امروز آن طایفه هایی که نام گرفتند با این عمل خیلی زیش دست میزنند. دوره های پیغمبر خدا را روایت میکنند در کتاب که باره میگوید یک لشکر گوشت آمد نزد حبیب خدا، بین چی غمخواری های داشتن برادر با برادر.
یک لشکرگوش آمد، گوشت آمد. پیغمبر خدا که بعد شام بود گفت اینه در فقرا تقسیم کنید. صاحب گوشت گفت. پیغمبر خدا از همون مجلس پرسید کدام شما احتیاجی به گوشت دارید؟ گفتم پیغمبر خدا ما احتیاجی به گوشت نداریم، الحال ما شام خوراک کردیم، شام خوردیم. اونا فکر پگاه را نداشتن و میگوید ابو هریره را از جای خود خیزان پیغمبر گفت اینه برده در خانه فلان کمپیری که فرزندهای یتیم دارد به او برده ده. ابو هریره میگوید آمدم دروازه این کمپیر را تق تق کردم، از داخل صدا داد کی هستی؟ گفتم ابو هریره هستم و حبیب خدا این گوشت برای من داد که به خانه تو برسانم. این مادر میگوید از داخل خانه گفت که من همراه فرزندهام طعام شام خوردیم، دیگر حاجت نداریم. ابو هریره میگوید گفتم آخی فردا باز لازم می شود. گفت جانم فدای محمد صلی الله علیه و سلم، رفته از حبیب خدا بپرس اگر تا فردا من زنده مانم این گوشت قبول میکنم و الا اگر زنده نمانم پس گرد. گفت که من محتاج نیستم، پهلوی من گفت محتاجتر است، این گوشت در همسایه من بده. امروز کجاست همون همسایه های غمخوار؟ یک پاموشی که یک دولت های بگیم نامسلمان می آمد، حتی همون سردارها خچون بیچارها سیر نمی کردن، خچون سیر نمی کردن. بازارها از حق مردم پر شد برای فروختن. هر روز وکیل علیشکنی بود، هر روز جای پوشیدن نیست. چی رفتارهای نادرستی در بین ما مسلمان ها. الحمدلله ما مسلمانیم و دین ما فقط برای متحد شدن، برای اتفاقی دعوت میکند، نه برای پراکندگی. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما بسیار منتدار هستیم. کاش که مثل شما بر این فرزندها را خدا زیاد میکرد که برای آبادانی و برای بهبود کردن اخلاق مردم این شهری کولاب سهم شما زیاد است. چون این صحبت‌های را شنیدیم که هیچ گونه شنیده بودیم. شما حس میکنید یا نه تأثیر سخن‌های شما نفرهای زیاد را از راه‌های بد گردانید. من مثل فرزندهایم در حق تو دعا میکنم. یک سوال دارم، در بعضی خانه‌ها نان میکنن، نه دستمال پاکیزه وجود دارد، نه پیاله تازه، نه طبق تازه. داملا شما در این موضوعها بسیار گفتید و دائم گویید تا که بهبودی پیدا شود. ما در این مسئله در اصل بسیار گفتگی هستیم که دائم باید که حدیث مسلم است که ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند خود زیبا از زیباها را دوست می‌دارد. جوانای عزیز باید شما زیبا باشید، پدرای عزیز باید بدنهای شما بیبوی باشد. باید ما و شما چنان آلفته باشیم، چنان تازه باشیم که حتی اگر مردم بیگانه در پهلوی ما و شما نشیند، از حسن ما، از بوی ما، از رفتار ما باید که اونها حلاوت برند. خاندانهامان باید تازه باشد. حبیب خدا در این بابتها بسیار گفتگی است. حتی رسول اکرم میگوید من سعادت ابن آدم المسکن صالح، از راحت دنیایی فرزند مسلمان سه چیز از گفتن. یک تای همون چی است؟ خانه‌ای که آلفته باشد، خانه‌ای که تازه باشد. در خانه‌هاتون در آمدین خیلی اهمیت دین. خانه‌ها دائم باید رفته باشند. باید حتی همون کرپچه‌ها و بالشت‌هایی که ما و شما داریم همه اونها تازه باشند. دسترخوان‌ها ما باید تازه باشند. در بعضی خانه در اصل می‌درایی همون دستمالی که هست وقتی دست میشکی باور کن در دست یک بوی پیدا میشود. حتی همون دستمال‌ها بوی میکنن. رسول اکرم گفتن شما خانه‌هاتون را پاکیزه کنین، با مردم نصرانی و یهودی تشبیه ندهین. امروز بین یهودی‌ها و نصرانی‌ها در نظافت و پاکیزگی ما و شما را گذاشته رفتن، حالان که تازگی از اسلام ما و شماست.
شما از بدنهای خودتان سر کنین، تازگی را از بدنهاتان سر کنین، از مویهای سرتان چقدر آلفته تازه کنین. تمام آن نمودهای داروهایی که هست آنها را در مویهاتان مالین، در چهره هاتان مالین، برای بهبود شدن موی سرتان، برای تازه شدن رخساره هاتان، دندانهاتان از سحر و بیگه شوید. همه این دستور قرآنی و این حدیث های پیغمبری خداست. لباس هاتان را نظر کنین، حتی همون گردن هاشون را نگاه کنین، چرک باشد نپوشید. در اون نماز خواندن حتی کراهیت دارد. در خانه شرط نیست که در نان شما نظارت کنین، در خدایاتان نظارت کنین. حتی در وقتی در همون خانه چای نوشیدن نشستن، در پیاله و در چاینکاتان نظر کنین. چقدر باید تازه باشین، پاکیزه باشین. اسلام از ما و شما همین درخواست دارد. اون اسراف هایی که شما میکنید، اون اسراف ها را یک جا گذارید، در جای او شما خرید خوشبویا خرید، در بدنهاتان خوشبویا را استفاده برید. در اصل دستمال هایی که باور کنید در همین خدایا هست. آفرین به همون خیلی طبیعت اگر خیره نباشد دست در او دستمال شکیده نمیتونه. یک دستمال برای 100 200 300 400 نفر، یک دستمال در همون جایی که آب میگیرن ایستادگی است. لبی دسترخوان تو یک دسترخوان، یک دستمال وجود دارد. آخه شرایط نمیرسه ترا کی مجبور میکن نان کن؟ کی شرایط ترا کی مجبور کرده است؟ آخه امر قطعی فرزندات بخو خدا از تو راضی است. آخه شرط است که تو تمام مردم نشان داده و یک صدقه که مجبور در گردن خودت بارش میکنی و بعد شرایطات نمیرسد، بعضی که در حق تو دعا کنن ملامتت میکنن. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. یک گوسفند عادت دارد که خر را از خردسالی میمکد، حکم گوشت وی چیز حلال است. دوم، اگر شخص بیریش پیش درآید در حالتی که کسی از وی عالمتر نباشد رواست، یا شخصی ریشداری که عوام است پیش درآید در حالی که عالم بیریش حضور دارد، میپرسم از شما صحیح تر فهمانید. البته اگر شخصی که مثال در یک معرکه اشتراک دارند، دو تا عالم است، یک تاش ریش دارد یک تاش بیریش است. ریشدار پیش می درآید، بیریش از پس میخواند. فقیه های ما و شما میگویند عالم بیریش نماز خواندنش مکروه است. کسی که بیریش است باید پیش در آمدنش مکروه میگویند. لیکن اگر عالم است و ریش ندارد، لیکن یک عوام، یک آدم جاهل هست ریش دارد، اینجا کی پیش می‌دارد؟ عالم پیش می‌دارد. در اینجا عالم پیش می‌دارد، اگر چنده که عوام ریشدار هم که وجود داشته باشد، زیر عالم از پس جاهل باز نمازش درست نمی‌شود. لیکن حرکت کنن که مثال باید پیشواهای ما و شما ریش داشته باشند. ریش این یکی از سنت‌های پیغمبر خداست. پیغمبر خدا میگوید برودها را کلته کنید و ریشها را دراز کنید. افسوس که امروز بیچاره موی سفیدای ما و شما را میبینی، نمیدانم یا چی نیت دارن، میخوان به هم بیری شکل روان ترک سنت کنن یا چی نیت دارن نمیفهمی. امروز موی سفیدای ما و شما جای ملامتش نیست، نه ریش دارن نه سله دارن، حالان که سله هم سنت پیغمبر است. ابو سعید خدری میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، من دیدم پیغمبر خدا بالای منبر بود و علیه امامه سودا، بالای سرش سلده سیاه داشت. این حدیث ابو سعید خدری است. این سنت پیغمبر است. گذارن آخه موی سفید ریش میزیبد، سله میزیبد، ترک سنت میشود، گناهگار میشوی. سیوم سوال کن راجع به شنیدن غزل‌های نمکین شادروان آدینه هاشیمو، نظر شما را فهمیدنیم. آیا شنیدن این سروده‌های پرتأثیر و پرمضمون رواست یا نه؟ زیرا من مخلص این حافظم، جایز است.
البته اگر غزلهایی که از شادروان است یا از دیگر نفر است، اگر ما و شما وقتی میشنویم از اونها حلاوت میبریم، یعنی یک جهت تربیایی دارن، اینها باکی ندارد شنیدن اینها، یگان زلالی ندارد. غزلها را گوش کردن یعنی مصرعهای شعری باشد که ما و شما از شنیدن اونها تا چند مثال گریان میشویم یا ایمان ما کامل میشود، اینا در اسلام ضرری ندارند. مگر اسلام منع میکند همان سرودهای را شنیدن شکی و اینها هیچ معنی ندارند. اونا برعکس در وجود تو ضرر میارن، عصب تو را خراب میکنن، اونها را اسلام منع میکند. یکی شنیدن غزل، شنیدن مصرعهای شعری که مثال همه پر از اخلاق، پر از مثال دعوت است، اینها باکی ندارن، جایز است، درست است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر یک نفری که میخواهد که یک زن را در نکاح خود درآورد، پیش از نکاح حقوق دارد که به چهره آن زن نظر کند. یعنی وقتی اون زن نگاه میکند و اون زن به این مرد وقتی که قبول میشود، معقول میشود، این زمان میتواند که خواستگارهای خود روان کند. لیکن وقتی که کسی نباشد، خواه داملا باشد خواه غیر داملا باشد، وقتی دخترش را در یک جوان پیشنهاد میکند و اون جوان در وقتی که این دختر که معقول نباشد، جوان حق دارد که وی رد کند. میگوید که رحمت، تشکر زیاد، ما از شما منتدار، لیکن دختر شما بر من معقول نیست. این حقوق این جوان دارد. برای همین یگان جایی یعنی روسوزی هم ندارد، زیرا این یک حیات خیلی بردوام به همراه تو می باشد. وقتی از روز اول که در تو معقول که نباشد، برای تو زندگی دیگر لذیذ و شیرین نمیگذرد، زیرا وی در دل تو پسند نیست، در دل تو معقول نیست. لیکن جوان عزیز، من حدیثی از پیغمبر خدا را برای تو قرائت میکنم که پیغمبر خدا میگوید تنکح المرأة لأربع، شما دخترها را ای جوانها از 4 جهت میگیرید: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها. شما دخترها را از 4 جهت اهمیت داده و در نکاح می درارید. اول، بسیار جوانهای هستند که فقط جمالدار میکابند. بسیاری از جوانهای هستند، دوم گفتم پیغمبر، که مالدار میکابند. بسیاری از جوانهای هستند که دخترهای وظیفه‌دار را میکابند. برادرش وظیفه دارد، پدرش وظیفه دارد. و بسیاری از شما دیندارها را میکابد. یعنی از 4 جهت، خواه مالداری او، خواه جمالداری او، خواه وظیفه‌داری او، خواه دینداری او. لیکن معلم ما، سرور ما به ما و شما چی میگوید؟ فاظفر بذات دین تربت یداک. همه شما جوانها ده من مصلحت میدهم، گفت پیغمبر، که دیندار را بگیرین. زن دیندار را گرفتین برای شما خدمتگار میشوند و خاندان تو پربرکات میشوند. و اگر جمال داشته باشد و نماز نداشته باشد، جمال داشته باشد و از خدا نترسد، جمال داشته باشد و حیا نداشته باشد، جمال او برای تو چی منفعت میبخشد؟ اون جمال بعد 1 سال یا بعد نیم سال اون جمال از چهره وی دور می شود. جمال او ابدی در او وجود ندارد. مالداری هم مثل همین است. به دولت مناز و به محنت ملال. سعدی را خدا رحمت کند. انسان باید به دولتداری ننازد،
به کمبغلی هم ننالد میگه به دولت مناز و به محنت ملال که این هر دو را زود از زوال. اینا زود هستند که یا آدم کمبغل به دولت می شود یا دولتدار کمبغل می شود. این تجربه حیاتی امروزه ما و شما برای ما و شما درس شد. یک کنایه بود در یک زمانها. هیچ بودگان هر کی شدند، هیچ بودند امروز کس شدند. دولت نداشتند دولتدار شدند. دولتدارها امروز بی دولت شدند. امروز ما و شما دیده ایستاده ایم. حضرت میگد همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این رسم سرای درشت، این سرای درشت، این دنیای بی عدل، این دنیایی که ما و شما داریم این سرای درشت است. این حضرت سعدی میگوید که انا این قاعده دنیا همین است که گاه در پشت زین هستی گاه زین در پشت تو هست. یعنی این دولتداری و مالداری شما ابدی نیست. برای همین اون مالداری را که ما و شما میگیریم مال وی زود است که از دست او زوال می شود، می رود. وقتی وی کمبغل شد چکار میکنی؟ باید که وی تو طلاق دهی، زیرا تو برای مالش وی گرفته بودی. ولی حسبها، پدری وی وظیفه داشت، برادرش وظیفه داشت، فردا فرمان برآمد از کار بیرونش کردند، باید وی تو طلاق دهی، زیرا مقصدی تو برای وظیفه داشتن برادری او بود، پدری او بود. دیگر وی برای تو محبوب نمی شود. از این خاطر تعلیم رسول اکرم گوش کن در کار. دیندار، با ستر، با حیا، این برای ما و شما مبارک است. السلام علیکم داملای محترم. با عقیده بعضی اشخاصان میگویند که در مسجد از جانب چپ یا راست ایستادن نمازخوان از جهت ثواب یگان فرقیت دارد. حدیث پیغمبر خداست کسی که در طرف راست امام است ثواب آنها بیشتر است. یعنی کسانی که اگر از این جانب می نشینند این جانب طرف راست امام است. اینجا رسول اکرم گفتند ثواب زیادتر است. در داخل مسجد از جانب چپ قامت گفتن یگان نقصان دارد؟ نه، باک ندارد. از هر جای مسجد اگر قامت برای نماز گویم باک ندارد. از هر جای قرآن، از هر جای مسجدم اگر قرآنم که خوانده شود باک ندارد. یک سوال دیگر آمد است که اگر از بین قوم یک کس قرآن خواند و پیش و پس وی آدمها باشد یگان زلال دارد؟ نه، زلال ندارد. از کجای اگر مسجد از قفا است، از بین است، وقتی آیت خوانده می شود این یگان زلال و یگان نقصان ندارد. محترم حاجی میرزا، ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه فهمیدن می خواهیم که شعرهای عمر خیام در کدام موضوع نوشته شده است. می خواهیم که در یکی از نمازهای جمعه سخن گویید. این عمر خیامه که این فیلسوف خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز اکثر شراب خورها، اکثر حرام خورها میگویند گویا که شعرهای عمر خیام یعنی فقط به خمر و به مینوشی دلالت میکند. این البته به البته غلط است و خطا است. عمر خیام نفری هست که اولین همین جدول مندلیو میخونده ما و شما در مکتب از خیمیا. انا همین جدول مندلیو اولین خیمی که در روی دنیا عمر خیام است. کشفیات این از طرف عمر خیام شدگی است. این حضرت در باب توحید، در باب خدا ترسی، عشق به پروردگار صحبت‌های زیاد دارد. میگوید فریاد که عمر رفت بر بیهوده، فریاد که عمر رفت بر بیهوده،
هم لقمه حرام و هم نفس آلوده. فرموده اینا کرده سیه رویم کرد، فریاد ز کرده های نافرموده. چی یک معنی های خیلی زیاد دارند. یا دیگر شعری او را میگوییم: دانی که سپیددم خروزی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ چرا همین خروزی سحر فریاد میزند ای صاحب خانه از خواب بخیز؟ دانی که سپیددم خروزی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح، از عمر شب گذشت تو بیخبری. ای غافل از خوابت خیز، از عمر تو یک شب گذشت، چی بندگی به خدا کردی؟ میگوید این برای تو این خیل میگوید. این را عمر خیام میگوید. خدا رحمت کند عمر خیام. یگان خیالاتی بد نسبت این نگذرانید. اینا همه فیلسوف، همه این عالم های برجسته اسلام هستند. در یک شعرش میگفت که من در بسیاری از موعظه ها در معرکه ها میگویم: گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. این تعلیل حدیث است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. ای انسانی که تو امروز از پی نفس، از پی خواهش نفست حرکت کردیستی، یقین دان میگوید سوره یوسف: این النفس لعمارة بالسوء. این نفس شما دشمن شماست. این تحلیل آیت است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر، حضرت میگوید همه شما در خطاب دارد: بینگر چی کسی و از کجا آمده ای؟ میدان که چی میکنی، کجا خواهی رفت. از کجا آمدی؟ از کجا آمدی و برای چی آمدی و چی کار کرده ایستاده ای و کجا می روی؟ این چهار چیز تحلیل کو میگوید. این همه شعرهایی هست که فقط به سوی دعوت حقیقت، به سوی دعوت راست ما و شما را دعوت کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی میرزا، به سوالهای زیرین جواب گردانید. شخص مست از دنیا سفر میکند، چرا به او جنازه میخوانید یا جنازه میخوانند؟ دوم، خطبه نمازها چی معنا دارند یا خطبه نکاح؟ خطبه نکاح و خطبه جنازه، خطبه خود از کلمه خطاب است. یعنی خطبه ها همه سر به سر چه تحلیل های زیبا دارند، چه یک معناهای خیلی بلند دارند. لیکن افسوس که این جمعه های ما و شما یعنی فرصتی او را ندارد، وقتی او را ندارد که ما هر یک دانه خطبه را برای شما تحلیل کنیم، از جهت نرسیدن جای، از جهت در بیرون بدن مردم. دیگر ما وقتی نمیابیم که به شما خطبه را دانه به دانه تحلیل کنیم و الا انشاءالله اونقدر یعنی علم ذره داریم که همون خطبه ها را برای شما تحلیل کنیم، لیکن فرصتش نمیرسد. خطبه این یک خطابی هست، باید خطبه هم به موعظه گذرد. لیکن آدم های مستی که از دنیا میگذرند، چرا جنازه میخوانید یا میخوانند؟ در اصل ما چندین آدم های مست جنازه خواندیم، چندین آدم هایی که از گیرین مرده بودن جنازه خواندیم، لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودند، فرزندهای کسانی بودند که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردند که نماز هم را خوانده دهید. اگر من نمیخواندنم دیگر کس میخواندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همین انسان ایمان ندارد، حالا که من 10 دلیل دارم که آدمی مست از دنیا میگذرد، یا آدمی که از گیرایی کشیدن میگذرد، یا در راه دزدی میگذرد،
اینا نفرهایی هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازش خوانند وای ایمان ندارد. لیکن امروز یک وضعیت شرایط شده است که وای باید به جنازه نماند. همه شما این شرایط و این وضعیت میدانید. لیکن یقین دارند که جنازه ما که خوانده می شود، لیکن وای هیچ یگان فایده از این جنازه ما برده نمیتواند. لیکن زیرا که وای خودش نجاست است، وای خودش بی نماز است، در او چگونه نماز ما درست می شود؟ السلام علیکم داملای محترم. خواهشمندم با سوال من جواب پررد دهید که برای دیگران هم عبرت شود. شخصانی هستند که بازم روزه نگرفتن و نماز نخواندن، دین را تحقیر کرده، دینداران را دشنامهای قبیح، مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. در اسلام جنازه کردن این چنین شخصان چی معنی دارد؟ من گفتم کسی نباشد وای وقتی که مثال ترغیبات های ضد دینی میبرد یا اینکه مردم نمیگذارد که مثال به مسجد رود، یقینا و ایمان ندارد. لیکن باز بر این خیل انسان ها جنازه خوانده هم که شود، اونا تماما همون خاطرشان جمع کنند، برای که هر چی که در حمید گفتی خداوند در سوره زلزله که و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره، هر چیزی که اگر به منزله یک ذره در دنیا نیکی کرده باشی خدا تو را پاداش نیکی میدهد، اگر یک ذره بدی کرده باشی پاداش بدی است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چیزی که در دنیا شما کاری دین حتمی باید چکار میکنین در نزد پروردگار شما پاداش میگیرین. حضرت جلال مولوی جنونی میگوید زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. این دنیا میگه زراعتگاه است. چگونه که شما یک پارچه زمین دارین، در او سبزوات میکارین، در او گندم میکارین، در او دیگر زراعت ها را شما میپاشین و حاصل میگیرین، پیغمبر خدا میگوید انا همین دنیایی که در بالای او شما دور زده ایستاده این، این به منزله هم پارچه زمین است. هر چیزی که کاری دین انا همون جزاش منتظر باشید. عبادت قیمتی باقی بهشت است. آن کلیدی که بهشت کشاده میکند، آن جنتی که تمام نعمتها در داخلش دارد، برای کسانی هستند که در دنیا عبادت دارند، در دنیا رنج دارند، در دنیا عذاب و مشقت از حساب اسلام میکشند. انا جنت نصیب اونهاست. هم مبارزه با اسلام میبری، هم دیندار را بد میبینی، هم ملاها را بد میبینی و هم میخوای باز وارد جنت شوی. مولودی که در خانه حاجی گذرانیدید، بعد آن دی روز دیگر معرکه مینوشی و فسق و فجور گذشت. آیا این در نزد اسلام چگونه است و این حاجی چه حاجی است؟ با احترام مخلصی شما، من نمیدانم که هستوی ما در کدام معرکه مولودم نی، بلکه یک معرکه پند نصیحت گذراندیم و بعدش اون حاجی باز معرکه مینوشی کردن، فسق و فساد کردن. آیا مثال چی مکافات دارد؟ هر یک انسان یعنی برای آنه که وای اون شب پند نصیحت تشکیل کرد، چی رحمت الهی در اون خانه ریختگی بود و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود.
لیکن مبادایی که از پسش باز مینوشی شد و یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد، در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجیه که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق فساد شود، در خانه حاجی فسق فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ماند؟ چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف که خانه این گونه آدم‌هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند، مردم از اینها باید عبرت گیرد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن برای مردانی که لباسهای تنگ میپوشند همه سخن میگفته. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها میپوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنی که دخترهای شما لباسهای تنگ میپوشند. لباسهای تنگی که جوانها میپوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونی که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ میپوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندن، لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن، اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیبایی او از روی همون لباسش پیدا می شود. از این خاطر باید لباسهای خوب پوشیم. در لباس ها هم اهمیت دیم که چگونه لباس می پوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونها لباس های شما نیستند. اونا حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چه زیر پوش شما باشد چه از بالا باشد، هیچگاه همین لباسهای صورتدار در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادر داده باشد، حتی همون سلفنهایی که صورت دارند اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا.
مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم یرد علیه. رواه ترمذی. میگه رسول اکرم به پیش یک جوانی به پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت، هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتن با لباس سفید گفتن حیات خودتان گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چه حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت دهد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوانهای هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار، خیلی میلش اختیار دارن. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همراه 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و نفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، البته برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ میگویی. 2 بار شد البته برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو 1:17 گوی وای نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. یک سوال دارم. من یک معرکه خرسندی یعنی توی دارم. آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است. یگان جای نقصش هم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همان زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند، لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همون مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین. از زن در پرسیدن، از مادر در پرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدن، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نه. یعنی این گونه فتواهای نادرسته که جمعه آینده یک جوان میگوید که
مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خف کند در زمین های جنت میلش بد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روزی جمعه دیگر خف نکنه زیر پاشه، که این زمین های جنت آدم هم میلش مانده است، او یخ است زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. من برای شما یک حکایه میگویم. کسی که همین با گفتار زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زنی داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها. خسرو زنی داشت به نام شیرین و باری میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت به این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. این شوهر وقتی که به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چی گونه؟ گفت تو یک ماهیگیر گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت خیر می شود، زللی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دهی، میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همون مثل همون ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همون ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه فریفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم، بی ادبی میشود که وای خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی را یک کار میکنیم، الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس بگو برای من ماده در کار، اگر گوید ماده هست بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش دین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چی عملی نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدمی ممسک بود است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت، برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت
خدای مهربان گفت را غیرت زیادر بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر دهید. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند. و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض 1-2 زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سرخراجات و بی‌معنی که در خانه ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه که اگر توی شود، در کدام خانه که اگر نکاح شود، در کدام خانه که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه که اگر یاد خدا نشود، در معرکه که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانین خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمتها میپرسد. عن النعیم، از این نعمتهایی که میخورین خداوند شما را میپرسد.
ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها، اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم کنی همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق و فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنین، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که اینقدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینا گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمی آورد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت می آورد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملک‌های غریبی کار کرده ایستاده. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما بی نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه پیغمبر است، بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت.
ایستادم. کی حبیب خدا سرش را می بردارد؟ عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا اینقدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل علی محمد یا گویند که صلی الله علیک یا رسول الله یا گویند که درود و رحمت باد بر رسول خدا، صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم. فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات میفرستد خداوند بر او 10 صلوات میفرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات میفرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا می گوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد. وی بخیلترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم، در حج میگوید یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد، میخیست اللهم صل علی محمد، مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم اینقدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد. من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدری من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم، زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدری من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادت من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید، برای آنی که تو دائم بر من صلوات میفرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این
فرزندی که دائم صلوات میگوید چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بازم این صلوات گفتن باز با سنت های پیغمبرم چنگ زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن با سنت هاش اهمیت ندهیم این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدن ما معنی محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش می‌دارم، آیا وی باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتن اینجا گفت یک تجربه هست برای آنه که وی شما فهمین که وی دروغگو هست، وی از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امرش همین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وی پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وی محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، اینا مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود و کی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا به نهایت سوالهای زیاد است و سوالهای هستن باور کن از موضوعهای جمعه را دیده مهم هستند. اگرچه موضوعهای ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تن صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه‌ای که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، ما به سمع شما انشاءالله حقیقتش میرسانم. لیکن این سوالهایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوالها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوالای هستن که معنی ندارن، سوالای هستن که یک سوالی نمی یک کوچگی هستن. مثال همین پیاز با پات با شطب زنید چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله جدی و اساسیش جواب میگوییم.